مسابقات جهانی اختراعات در کره جنوبی امروز با درخشش مخترعان شایسته ایرانی همراه بود. رهاورد نوآوران کشورمون 12 مدال طلا، 5 مدال نقره و 3 مدال برنز. تیم اختراعات جمهوری اسلامی ایران علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، جایزه ویژه سازمان ملل متحد رو هم از آن خودش کرد. مهرناز گلچینفر، مخترع با استعداد کشورمون، برترین جایزه این رقابت‌ها رو به دست آورد. این جایزه رو تقدیم می‌کنم در درجه اول به پدر و مادرم و بعد به تمام مردم ایران و امیدوارم که این هدیه کوچیک رو از این فرزند کوچیک کشورشون قبول کنن. طرح من یه سیستم بودش برای تولید برق به طور غیر مستقیم برای کشورهای در حال توسعه بدون آلودگی برای محیط زیست. من سانیا صابری هستم. جایزه ویژه ایفیا رو، مالکیت‌های فکری رو گرفتم و من این جایزه رو تقدیم میکنم به تمامی بچه‌های ایران. مدال مربوط به دخترم خانم مریم اسلامی، دانشجوی پزشکی هست که به حمدالله تونست عالی ترین مدال این کنگره اختراعات زنان رو در کره به دست بیاره. خب چی شد دخترتون تشریف نیاوردن برای گرفتن جایزه؟ ایشون مقام معظم رهبری در شیراز تشریف داشتن و از ایشون دعوت شده بود که بره و خدمت آقا باشه. ایشون ترجیح داد که اونجا بره و مقام معظم رهبری رو به هر حال بتونه دریابه که خوشبختانه ایشون رفت اونجا و فکر میکنم از اون فیض برخوردار شد. خدا اینجا هم توفیق بالاترین مدال رو نصیبش کرد. و این هم دبیرکل فدراسیون جهانی اختراعات که از افتخار آفرینی ایرانی‌ها ذوق کرده. استعداد، نبوغ و نوآوری در ذات ایرانی هاست. این قهرمانی نتیجه فرهنگ غنی و لیاقت دانشمندان جوان ایرانه. به همشون تبریک میگم. مخترعانی از 25 کشور مطرح همچون فرانسه، کره جنوبی، مالزی، استرالیا، سوئیس و امریکا رقبای مخترعان قهرمان ایران بودند. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سئول، کره جنوبی.